تاریخچه کوتاهی از فلسفه، بخش دوم. ارسطو، سعادت واقعی. با آمدن یک چلچله تابستان نمی شود. شاید فکر کنید این عبارت متعلق به شکسپیر یا شاعر بزرگ دیگری است. به نظر می رسد که همینطور باشد. در واقع این عبارت برگرفته از کتاب ارسطو تحت عنوان اخلاق نیکوماخوس است. ارسطو این کتاب را به پسرش نیکوماخوس اهدا کرد و نام آن را هم از نام پسرش گرفت. منظور او از این عبارت این بوده است که همانطور که رسیدن یک چلچله رسیدن تابستان را نوید نمی‌دهد، بلکه فقط نوید یک روز گرم را می‌دهد، لحظات موقت لذت هم نشان دهنده سعادت واقعی در زندگی نیستند. از نظر ارسطو سعادت واقعی سعادت موقت نبود و نکته عجیب این که او معتقد بود کودکان نمی‌توانند شاد و سعادتمند باشند. این احمقانه به نظر می‌رسد. اگر بچه‌ها نمی‌توانند شاد باشند پس چه کسی می‌تواند؟ ولی همین نکته نشان دهنده تفاوت طرز فکر او با ماست. کودکان در آغاز راه زندگی هستند و زندگی را به طور کامل درک نکردند. او معتقد بود سعادت واقعی مستلزم عمری طولانی تر است. ارسطو شاگرد افلاطون و افلاطون شاگرد سقراط بود. پس این سه متفکر بزرگ زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند: سقراط، افلاطون، ارسطو. روال دنیا اغلب به همین منوال است. نوابغ معمولاً از ناکجا آباد سبز نمی‌شوند. اکثر آنها استادی الهام بخش داشتند، ولی نظریات این سه بسیار با هم متفاوتند. آنها تعالیم خود را توتیوار تکرار نکردند. هر یک از آنها نگرشی بکر داشت. به بیان ساده تر، سقراط سخنوری بزرگ بود. افلاطون نویسنده‌ای متبحر بود و ارسطو به همه چیز علاقه داشت. سقراط و افلاطون دنیا را به شکل بازتابی ضعیف از واقعیت می‌دیدند که فقط تفکر انتزاعی فلاسفه می‌توانست به واقعیت آن دست پیدا کند. و برعکس آنها ارسطو مجذوب جزئیات اطراف خود بود. متاسفانه تقریباً همه نوشته‌هایی که از ارسطو به جا مانده در قالب یادداشت‌های درسنامه‌ای است. با وجود اینکه سبک نوشته‌ها اغلب خشک است، ولی حاکی از طرز فکر اوست و هنوز در فلسفه غرب نفوذ بسیار دارد. او فقط فیلسوف نبود. او به جانورشناسی، نجوم، تاریخ، سیاست و نمایشنامه نویسی هم علاقه داشت. ارسطو که در سال 384 قبل از میلاد در مقدونیه متولد شد، بعد از تحصیل نزد افلاطون به سفر رفت و پس از مدتی که معلم خصوصی اسکندر مقدونی بود، مدرسه خود لوکیون را در آتن تأسیس کرد. این مدرسه یکی از مشهورترین مراکز تعلیم دنیای باستان و تا حدودی شبیه دانشگاه‌های امروزی بود. و از این مدرسه محققانی را به دنیای خارج اعزام می‌کرد که هر یک با اطلاعات جدیدی درباره موضوعات مختلف از سیاست در جامعه گرفته تا زیست شناسی به آنجا باز می‌گشتند. او همچنین کتابخانه بزرگی تأسیس کرد. در نقاشی مشهوری مربوط به عهد رنسانس اثر رافائل تحت عنوان مدرسه آتن، افلاطون به سمت بالا به دنیای صور اشاره می‌کند و به عکس او ارسطو دستش را به سمت دنیایی که در مقابلش قرار دارد دراز کرده است. افلاطون به فلسفه پردازی از راه مشاهده غیر مستقیم قانع بود، ولی ارسطو به دنبال کندوکاو واقعیتی بود که از طریق حواسمان تجربه می‌کنیم. او نظریه مصالح استادش را رد کرد و به عکس استاد معتقد بود که راه درک مقولات عام بررسی مقولات خاصی از آن است. از این رو به اعتقاد او برای شناخت و درک گربه‌ای باید به گربه واقعی نگاه کنیم، نه اینکه به طور انتزاعی به شکل گربه فکر کنیم. یکی از سوالاتی که ذهن ارسطو را به خود مشغول کرده بود این بود که چطور باید زندگی کرد. سقراط و افلاطون هر دو این سوال را قبل از او مطرح کرده بودند. چیزی که در وهله اول مردم را مجذوب فلسفه می‌کند نیاز به پاسخ دادن به همین سوال است. ارسطو هم پاسخی برای این سوال داشت که شکل ساده آن این است: سعادت را جستجو کنید. ولی جستجوی سعادت چه معنایی دارد؟ امروزه وقتی به مردم میگویند در زندگی سعادت را جستجو کنید، آنها به روش‌های لذت بردن از زندگی فکر می‌کنند. شاید سعادت برای شما به معنای گذراندن تعطیلاتی با شکوه، رفتن به فستیوال‌های موسیقی یا مهمانی، یا سپری کردن اوقاتی در کنار دوستان باشد. شاید هم خواندن کتاب مورد علاقه‌تان یا سر زدن به یک نمایشگاه نقاشی. ولی با وجودی که ممکن است همه اینها از نظر ارسطو بخشی از یک زندگی خوب محسوب شوند، منظور او از جستجوی سعادت لذت بردن از زندگی به این صورت نبوده است.
از نظر او اینها به تنهایی زندگی خوبی نمی سازند. کلمه یونانی مورد نظر ارسطو یودایمونیا با تلفظ یو دای موینیا ولی با معنای مخالف بود. این کلمه گاهی به جای سعادت یا موفقیت و شکوفایی هم ترجمه میشه. مفهوم آن چیزی بیش از لذتی است که به دنبال خوردن بستنی با طعم انبه یا تماشای پیروزی تیم مورد علاقه‌مان ایجاد می شود. یودایمونیا به معنی لحظات گذرای شادی یا احساسات خوب نیست، بلکه بسیار واقعی تر از آن است. و از آنجا که عادت کردیم سعادت را با نحوه احساسمان بسنجیم و نه با چیزی عمیق‌تر، درک این موضوع برایمان دشوار است. گل را در نظر بگیرید. اگر به آن آب بدهیم، در معرض نور کافی قرارش دهیم یا کمی به آن کود بدهیم رشد می کند و شکوفا می شود. اگر آن را نادیده بگیرید، در تاریکی قرارش دهید، اجازه بدهید حشرات برگ‌هایش را بجوند و رهایش کنید تا خشک شود، پژمرده می شود و در آخر می میرد. و یا در بهترین حالت به گیاهی زشت و بدون جاذبه تبدیل می شود. انسان ها هم می توانند مانند گیاهان شکوفا شوند. ولی ما برخلاف گیاهان در مورد خودمان حق انتخاب داریم. می توانیم در مورد رفتارهایمان و انسانی که می خواهیم باشیم تصمیم گیری کنیم. ارسطو معتقد بود که چیزی به نام ماهیت انسان وجود دارد و به قول او انسان‌ها هر کدام در این دنیا نقشی دارند. در میان روش‌های مختلف زندگی روشی هست که بیش از همه با ماهیت ما سازگار است. آنچه ما را از سایر حیوانات و مخلوقات متمایز می‌کند، قوه تفکر و استدلالمان درباره کارهایی است که انجام می‌دهیم. او از این واقعیت نتیجه گرفت که بهترین نوع زندگی برای ما زندگی است که در آن بیش از همه قوه استدلالمان را به کار می‌گیریم. عجیب اینجاست که ارسطو معتقد بود موضوعاتی که درباره‌شان چیزی نمی‌دانیم و حتی اتفاقاتی که پس از مرگ رخ می‌دهند در یودایمونیای ما نقش دارند. این به نظر عجیب می‌رسد. با فرض اینکه دنیایی پس از مرگ وجود ندارد، چطور ممکن است اتفاقات پس از مرگ سعادت ما را تحت تأثیر قرار دهند؟ تصور کنید شما پدر یا مادری هستید که بخشی از سعادتتان را در زندگی منوط به امیدهایتان درباره آینده فرزندانتان است. اگر بعد از مرگتان فرزندتان به بیماری حادی مبتلا شود، یودایمونیای شما تحت تأثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت. به اعتقاد ارسطو، حتی با اینکه چیزی در مورد بیماری فرزندتان نمی‌دانید و خودتان دیگر در قید حیات نیستید، زندگیتان دچار رنج و درد خواهد شد. این کاملا با اعتقاد او مبنا بر اینکه سعادت ارتباطی با احساس ندارد سازگار است. از نظر او سعادت یعنی موفقیت و سعادت کلی شما در زندگی با اتفاقاتی که برای کسانی که دوستشان دارید رخ می‌دهد مرتبط است. اتفاقات خارج از کنترل و معلومات شما این حالت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. شادی یا غم شما تا حدودی به شانستان هم بستگی دارد. سوال این است برای افزایش احتمال ایجاد یودایمونیا در زندگی چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ پاسخ ارسطو به این سوال این بود شخصیت صحیح را در خود بپرورانید. باید در زمان مناسب احساسات مناسبی را تجربه کنیم. و این رویه ما را به سمت رفتار صحیح سوق می‌دهد. این موضوع تا حدودی به نحوه پرورش یافتنمان مربوط می‌شود، چون بهترین راه برای ایجاد عادات خوب در انسان تمرین آنها از سنین کودکی است. پس شانس هم در این موضوع دخیل است. الگوهای خوب رفتاری فضایل اخلاقی و الگوهای بد معایب اخلاقی هستند. به فضیلت اخلاقی شجاعت در دوران جنگ فکر کنید. احتمالاً سربازی با چنین فضیلتی زندگی خود را برای نجات جان شهروندان از حمله دشمن در معرض خطر قرار می‌دهد. سرباز بی احتیاط و جسور نگران امنیت خود نیست. او شاید خود را حتی زمانی که لازم نیست در موقعیت خطرناکی قرار دهد. ولی این شجاعت نیست، بلکه تهور است. تهور در جانب افراط شجاعت است. از سوی دیگر، سرباز بزدل نمی‌تواند به موقع بر بزدلی خود غلبه کند و درست در همان لحظه‌ای که به او نیاز دارند از شدت بزدلی از حال می‌رود. ولی فرد شجاع با شهامت در چنین موقعیتی با وجود احساس ترس می‌تواند بر آن غلبه کند و اقدام صحیح را انجام دهد. به اعتقاد ارسطو همه فضایل اخلاقی حد وسط دو حد قایی هستند. در اینجا هم شجاعت حد وسط تهور و بزدلی است. این حالت را گاهی اصل میان روی ارسطو هم می‌نامند. نگرش ارسطو به اخلاقیات فقط در مورد علاقه فلاسفه باستان نبوده است. بسیاری از فلاسفه امروزی هم نظر او را درباره پرورش فضایل اخلاقی قبول دارند و عقیده او درباره ماهیت سعادت را دقیق و الهام بخش می‌دانند.
آنها معتقدند به جای اینکه به دنبال افزایش لذات زندگی باشیم، باید تلاش کنیم به انسان‌های بهتری تبدیل شویم و کار درست را انجام دهیم. این همان چیزی است که به زندگی ما تراوت می‌بخشد. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که تنها مسئله مورد علاقه ارسطو رشد فردی بوده است. ولی اینطور نیست. از نظر او انسان حیوانی سیاسی است. ما از توانایی زندگی کردن در کنار دیگران برخوردار هستیم و به نظامی عادلانه برای مقابله با نیمه تاریک درونمان نیاز داریم. یودایمونیا تنها با زندگی اجتماعی حاصل می شود. ما در کنار هم زندگی می کنیم و تنها از طریق تعامل با اطرافیانمان در جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی منظم و مرتب است می توانیم به سعادت مورد نظرمان دست یابیم. ولی هوش و ذکاوت ارسطو نقطه ضعفی هم داشت. او آنقدر با هوش و تحقیقاتش چنان کامل بود که بسیاری از کسانی که آثارش را می‌خوانند معتقد بودند او درباره همه چیز درست گفته است و این از لحاظ پیشرفت و سنت فلسفه‌ای که سقراط آن را آغاز کرده بود نقطه ضعفی محسوب می‌شد. تا صدها سال بعد از مرگ ارسطو اکثر محققان نظریاتش را درباره جهان چشم بسته می‌پذیرفتند. تنها اتکا و استناد به گفته‌های ارسطو برای موفقیت آنها کافی بود. این همان چیزی است که گاهی آن را حقیقت مرجع می‌نامند. باور کردن حقیقتی تنها به صرف شنیدن آن از مقامی مرجع. فکر می‌کنید اگر قطعه چوب و قطعه فلز سنگینی با اندازه یکسان را از بلندی به پایین بیاندازید چه اتفاقی می‌افتد؟ ارسطو معتقد بود قطعه سنگین‌تر یعنی قطعه فلزی سریع‌تر به زمین می‌افتد، ولی در واقع اینطور نیست. آنها با سرعت یکسان سقوط می‌کنند. ولی چون ارسطو گفته بود که قطعه سنگین‌تر زودتر به زمین می‌رسد، در قرون وسطی تقریباً همه به صحت آن اعتقاد داشتند و نیازی نبود که با مدرک آن را اثبات کنند. گالیله در قرن 16 برای آزمودن این فرضیه توپی چوبی و گلوله فلزی را از برج کج پیزا به پایین انداخت. هر دو همزمان به زمین رسیدند. پس ارسطو اشتباه کرده بود. ولی میشد سالها قبل این حقیقت را به سادگی اثبات کرد. اتکا بر نظریات کارشناسانه مراجع کاملا مخالف عقاید ارسطو بود. این موضوع همچنین مخالف فلسفه نیز هست. مرجعیت به خودی خود چیزی را ثابت نمی کند. مکتب ارسطو در بررسی، تحقیق و استدلال روشن خلاصه شده بود. فلسفه هم بر پایه بحث، احتمال خطا، زیر سوال بردن عقاید مختلف و کندوکاو در احتمالات استوار است. خوشبختانه در اکثر آثار فلسفه‌ای وجود داشتند که درباره نظریات دیگران منتقدانه اندیشیدند. یکی از فلاسفه‌ای که درباره همه چیز منتقدانه می‌اندیشید پورون شک‌کرا بود. در قسمت بعد به ما هیچ چیز نمی‌دانیم پورون خواهیم پرداخت. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید خیلی ممنونم.